در روش درمان جوش صورت با مواد طبیعی در خانه. به نام ایزد منان. سلام و درود خدمت تمام بینندگان از شبکه تابریز. این بار برای معرفی در روش درمان جوش صورت با مواد طبیعی در خانه تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و قبل از تمام شدن این ویدیو دکمه لایک و سابسکرایب زنگوله را فعال نموده تا شما را با بهترین حقایق آشنا خواهیم کرد. برای پیدا کردن بهترین روش درمان جوش صورت اول از همه باید نوع جوش‌های صورت خود را بشناسید. همه ما عادت داریم به همه دانه‌های ناخواسته که در صورت یا بدنمان پدیدار می‌شوند جوش یا آکنه بگوییم، اما واقعیت این است هر کدام از این آکنه ها نام و دلیل خاص خود را دارا میباشد و در نتیجه روش‌های درمانی آنها هم نیز با هم متفاوت‌اند. نحوه شکلگیری جوش صورت. جوش صورت در واقع ترکیب از سلول‌های مرده پوست میباشد که از چربی طبیعی بدن و انواع مختلف باکتریا به وجود میآیند. داستان شکلگیری جوش این است که بدن دارای چربی طبیعی به نام سبوم میباشد که باعث پیشگیری از خشک شدن سلول‌های پوستی میباشد. غده‌هایی که این چربی‌ها را تولید می‌کنند هم به منافذ پوستی متصل هستند. در نتیجه سبوم اضافی در این منافذ جمع شده باعث به هم چسبیدن سلول‌های مرده می‌شوند و ترکیبی را تشکیل دهند که در منافذ گیر می‌افتند. حالا آکنه زمانی شکل می‌گیرد که منافذ با سلول‌های مرده پوست یعنی چربی طبیعی بدن و انواع مختلف باکتری مسدود می‌شود. این باکتری به صورت نرمال روی پوست انسان زندگی می‌کند، اما اگر همین باکتری‌ها ظاهراً بی خطر وارد منافذ شوند آنها را عفونی کنند باعث بروز آکنه می‌شوند. جوش‌ها عموماً در ابتدا غیر چرکی هستند، اما با گذشت زمان چرکی و ملتهب می‌شوند و ممکن است باعث ایجاد درد در ناحیه جوش شوند. طبق تحقیقات علمی حدود 80% از نوجوانان در سن بلوغ، 3% از مردان بزرگسال و 12% از زنان بزرگسال در جهان درگیر جوش‌های پوستی می‌شوند. علت به وجود آمدن جوش صورت از دیگر عامل‌های رایج در تشخیص آکنه صورت میتوان به استرس، کمبود برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز، رژیم غذایی نامناسب، ابتلا به برخی بیماری‌ها و امنیت دادن از بهداشت فردی را هم برد. مثلا وقتی که فرد دچار استرس می‌شود در بدن او هورمون کورتیزول ترشح می‌کند. ترشح بیش از اندازه این هورمون باعث کاهش تولید استروژن و تولید میزان بیشتر چربی در بدن می‌شود که در نهایت آکنه را به وجود می‌آورد. یا به طور مثال مصرف مواد خوراکی ناسالم، فست فودها و انواع تنقلات فاقد ارزش، چربی، قند و نمک فراوان باعث ایجاد آکنه و دیگر بیماری‌ها می‌شوند. کمبود ویتامین دی هم یکی از دیگر دلایل ایجاد جوش صورت در برخی از افراد است. انواع جوش صورت. جوش صورت انواع مختلفی از برآمدگی‌های پوستی است که هر کدام از آنها شکل و نشانه‌های خاص خود را دارا میباشد. با هم میریم سراغ اولین گزینه اول جوش‌های سرسفید. جوش‌های سرسفید که به صورت علمی کومودو نامیده می‌شود برآمدگی‌های کوچک با رنگ سفید هستند. شکل ظاهری این آکنه‌ها معمولاً به این صورت است که یک مرکز دایره سفید رنگ که توسط موارد قرمز رنگ احاطه می‌شود. معمولاً از مرکز جوش‌های سرسفید مو بیرون می‌زند یا ممکن است مو در داخل آنها گیر افتاده باشد. پوست اطراف این مدل جوش‌ها هم سفید و پرچین و چروک می‌باشد، مخصوصاً اگر جوش بسیار بزرگ و برآمده باشد. خوبی جوش‌های سرسفید این است که در بیشتر مواقع باعث ایجاد زخم روی پوست نمی‌شوند. گزینه دوم جوش‌های سرسیاه. جوش‌های سرسیاه به نام کومودون‌های باز هم نیز شناخته می‌شوند. اینها آکنه‌ها در واقع نقطه‌های کوچک و سیاه رنگی هستند که ممکن است به صورت برآمدگی ریز دیده شوند. پوست اطراف جوش‌های سرسیاه معمولاً شکل طبیعی دارد، اما مرکز آنها تیره‌تر از پوست اطرافش میباشد. تغییر رنگ و سیاه بودن این جوش‌ها به خاطر کثیفی و آلودگی نیست. جوش‌های سرسیاه در واقع همان جوش‌های سرسفیدی هستند که بازو و سرده‌تر شده‌اند. بنابراین وقتی محتوای جوش‌های سرسفید در معرض هوا قرار می‌گیرد تیره‌تر و در نتیجه سیاه دیده می‌شود. گزینه سوم پاپول‌ها. به برآمدگی‌های زیر سطح پوست پاپول می‌گویند. این برجستگی‌ها اغلب سفت، اساس به لمس، صورتی رنگ و برآمده هستند و پوست اطرافشان معمولاً متورم و قرمز است. پاپول‌ها برعکس جوش‌های سرسفید نقطه مرکز قابل مشاهده‌ای ندارند و برخلاف جوش‌های سرسیاه منافذشان باز نیست. پاپول‌ها زمانی بزرگ و زیاد می‌شوند که جوش‌های سرسیاه و سرسفید باعث تحریک پوست می‌شود و می‌تواند به پوست اطراف آسیب وارد کند. این آسیب‌ها منجر به التهاب می‌خواهد شد. گزینه چهارم پوستول‌ها. برآمدگی‌های بزرگ و اساس به لمس که مرکز دایره دارند را پوستول می‌نامند. پوستول‌ها از لحاظ دایره بزرگتر و ملتهب‌تر از جوش‌های سرسفیدند.
مرکز این برآمدگی با چرک سفید یا زرد رنگی پر می شود که ترکیبی از سلولهای ایمنی و سلولهای باکتریایی است. این در حالی است که بدنه جوشبی یعنی همان برآمدگی دارای رنگ صورتی یا قرمز هستند. گزینه پنجم، ندولها برآمدگی ملتهب دردناک و سختی هستند که در قسمت‌های عمیق پوست شکل می‌گیرند. این نوع جوش‌های صورت همانند پاپول‌های بزرگ و عمیق است و مرکز یا سر قابل مشاهده‌ای ندارد. ندولها زمان توسعه پیدا می‌کنند که منافذ مسدود باعث آسیب دیدن بافت‌ها و سلولهای عمیق زیر سطح پوست می‌شوند. ندولها در واقع اشکال شدید و حادانه هستند و معمولاً باعث بروز عوارض همچون لکه‌های تیره و زخم‌های روی پوست می‌شوند. گزینه ششم، کیست ها برآمدگی‌های بسیار بزرگ، نرم، دردناک، قرمز یا سفیدی هستند که در قسمت‌های عمیق‌تر پوست شکل می‌گیرند. این برآمدگی‌ها با چرک پر می‌شود. کیست ها بیشتر از ندول‌ها به قسمت‌های عمیق‌تر پوست نفوذ می‌کند و شدیدترین شکل از آکنه‌ها هستند. کیست ها می‌توانند باعث ایجاد عوارض همچون زخم شوند. و حالا میریم سراغ روش درمان سری جوش صورت در خانه. گزینه اول، درمان سری جوش با یخ با کاهش التهاب کمک کرده و باعث می شود تا غده‌های چربی اضافی را از منافذ پوست بیرون بریزد. برای این منظور باید یخ را درون پارچه گذاشته و روی محل جوش قرار دهید و چند دقیقه نگه داشته این کار را چند بار در روز تکرار کنید. گزینه دوم، روغن زیتون با خاصیت تسکین دهندگی خود به ترمیم جای جوش کمک می کند. برای استفاده از این باید پیش از رفتن به تخت خواب روغن زیتون را در محل جوش مالیده و ماساژ دهید. سپس یک لوله گرم را روی پوست بگذارید و بعد از 5 دقیقه صورت خود را بشویید. گزینه سوم، ماست باعث کاهش التهاب پوست می شود. بنابراین می توانید برای درمان سری جوش صورت در خانه از ماست استفاده کنید. به این صورت که مقدار ماست را با آب لیمو مخلوط کرده روی پوستتان بمالید. بعد از 15 دقیقه صورتتان را بشویید. گزینه چهارم، سیب و عسل. یک قاشق از سیب را رنده و آن را با 4 قاشق چایخوری عسل مخلوط کنید. هر روز به مدت 15 دقیقه آن را روی پوست و صورت خود بگذارید و سپس با آب گرم بشویید. این مخلوط برای پوست‌های خشک آکنه‌دار بسیار مناسب است. گزینه پنجم، ژل آلوورا. آزردگی و قرمزی جوش را از بین میبرد و باعث درخشش پوستتان میشود. برای این منظور ژل آلوورا را به محل جوش‌ها بمالید و 15 دقیقه بگذارید بماند. بعد از 15 دقیقه صورتتان را با آب گرم بشویید. گزینه ششم، ماسک خیار برای ترمیم پوست مفید است و باعث کاهش التهاب پوستی می شود. برای این منظور خیار را خرد کرده روی آن آب بریزید و بگذارید به مدت 60 دقیقه بماند. مواد داخل خیار مثل ویتامین A، پتاسیم و کلروفیل در آب منتشر خواهد شد. آب باطل را صاف کرده و برای نوشیدن یا شستن صورت استفاده کنید، یا می توانید خیار رنده را مثل ماسک به مدت 15 دقیقه روی صورت بگذارید سپس با آب گرم بشویید. گزینه هفتم، آب لیمو باعث می شود چربی‌های تجمع یافته در پوست بیرون رانده شود. برای استفاده از لیمو چند راه دارید. مثلا پیش از خوابیدن یک گوش پاکن استیل را با آب لیمو آغشته کرده و آن را روی جوش بمالید، یا برای جوش‌های جدی‌تر مخلوطی از پودر دارچین و آب لیمو درست کنید و شب‌ها قبل از خواب روی جوش بمالید و بگذارید تا صبح بماند. این کار برای از بین رفتن سریع جوش کمک می کند، اما برای افرادی که پوست حساس دارند توصیه نمی شود. گزینه هشتم، گوجه فرنگی. یک عدد گوجه فرنگی را رنده کرده و آن را روی پوستتان بمالید. بعد از 15 دقیقه با آب سرد شسته این درمان را هر روز تکرار کنید. گزینه نهم، سیر. مقدار سیر را پوست کرده و رنده کنید. آن را با نصف فنجان آب گرم مخلوط کرده خمیر به دست آمده را با استفاده از یک تکه پنبه‌ای روی پوستتان بمالید. پس از چند دقیقه صورت خود را با آب گرم شسته و خشک کنید. گزینه دهم، جوش شیرین. 2 قاشق غذاخوری آب و جوش شیرین را با هم مخلوط کرده بعد از شستن صورت و پاک کردن آن و یک پنبه تمیز روی پوست خود بمالید. بعد از 15 دقیقه با آب شستشو داده و بعد از آن از مرطوب کننده استفاده نمایید. این درمان را 2 تا 3 بار در هفته تکرار کنید. روش‌های درمان خانگی جوش صورت. پیش از معرفی روش‌های درمان خانگی جوش صورت باید بدانید که جوش‌ها را نمی‌توان برای همیشه ریشه‌کن کرد. وقتی شما دارو استفاده می‌کنید جوش‌های صورتتان به طور موقت خوب می‌شود، اما ممکن است چند سال بعد این جوش‌ها دوباره ظاهر شود و در نتیجه هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. اما خبر خوب اینجاست که وقتی فرد از یک سنی می‌گذرد جوش‌ها خود به خود خوب می‌شود و بازگشتی هم ندارد، اما نمی‌توان عدد مشخص برای این سن مشخص کرد. تشکر از تماشایتان. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید
تا ویدیوی بعد خدا حافظ و نگهدار.